بعضی کسا از شما پرسان میکنه آیا رد دموکراسی در قرآن عظیم شان است؟ بله، این کلام الله هست. پیش از اینکه دموکراسی تولد شود ردش در قرآن عظیم شان موجود است. در کجای قرآن است که رد دموکراسی هست؟ شما بر ما دموکراسی را معرفی کنین، میگه دموکراسی است که وقتی یک تعداد مردم شیشتن در یک جای خودشان بر خود قانون میسازن. چه قسم قانون؟ مثلا در اروپا مردم دیدن که نکاح کردن و قدر برای بسیاری کسا جالب نیست. نفس از اینا خواست که ازدواج بند بکنه. هر کس هر چی که دلش شد بره در هتل، یک شب، دو شب، سه شب، یک هفته، دو هفته خلاص در هتل باشه. خانه داره یک خانه و بی خانه را 100 خانه. نعوذ بالله من ذلک. پس برن از این خاطر اینا. پس اینا ای چی کرد؟ این قانون خدا به اساس چی ماند؟ به اساس نفس خود. نفسش میخواه که با انسانهای متعدد غرایز جنسی خدا اشباع بکنه. اخلاق گفتن معیار نیست. شما اخلاقتان لباس پوشیدن است. در دموکراسی میگه اخلاق چی است؟ هر کس دلش بر تو لباس است بپوش، من که تو غرض ندارم، لکن من دلم میشه که هیچ لباس نپوشم. پس گفتن برش چی است؟ نفسش میخواه که بی لباس روی سرک بگرده. این قانون ساختن. پس اینجا چی شد؟ گفت ما یک حکومت میسازیم در دموکراسی که حکومت نفس توسط نفس برای نفس باشه. خود مردم، حکومت مردم توسط مردم برای مردم. چی مردم؟ یعنی در اینجا نام الله هست؟ نیست. پس او کسایی که یکی خود است، من همیشه براتون یک چیز توصیه میکنم که یگان تا که ما بحث میکنیم برش میگیم که تو خردضابط هستی در دموکراسی، که تو خردضابط ما کار نداریم. استر جنرال تبیر، استاد تبیر، بنیانگذار دموکراسی رو بیار که بیاین ما کتش بحث بکنیم. بنیانگذار دموکراسی رو وقتی کتش بحث کنی بازو برات واقعیت ها رو میگه. ما در هندوستان رفتیم، یک کسی بود که معاون علمی یک پوهنتون بود، پروفسور است. ما برش گفتیم که ما استادا را رئیس پوهنتون یک اینستیتوت بود، ما 20 روز رفتیم اقتصاد کپیتالیستی رو اونجا خواندیم. یعنی یک مسلمان باید هر چیز بخونه بفهمه. رفتیم 20 روز. من شاهنامه در خانه دارم که سمینار 20 روزه اینستیتوت اندراگاندی در شهر ممبئی است. ما اونجا رفتیم 20 روزه امیر خواندیم. خب چون ما استادای پوهنتون بودیم، استادای پوهنتون، رئیس پوهنتون یک روز ما را میهمان کرد، یک شب شما میهمان ما هستید. در درس ما رفتیم در سمینار شیشه بودیم که یک پروفسور می آمد. این پروفسور معاون علمی پوهنتون است. آمد شیش برش بحث کردیم. حالا تو راستی که گپایست در روی کوچه هست که دو نفر انسانای بی سواد یکیش میخیزه از یک چیز گپ میزنه، یک گپ میزنه. این کار مردم افغانستان است. متاسفانه در روی کوچه و بازار و در فیسبوک هر کس نظر میته و جاهلام نظر میته و بالاخره بعضی کسای بد اخلاقی که خودش اخلاق حتی انسانی ندارن. یعنی حداقل اگر انسان اخلاق انسانی داشته باشه، عفت زبان می داشته باشه، دشنام نمیده. اینجا فقط دعو از دشنام است، بد اخلاقی هست. انشالله برای کسایی که دعو میزنن و تو یک کسی رو پیدا کنن که بازو سر بزنن. خودی دیگه کار نداره. برای دعو زننده کسی دعو میزنه، الله متعال دگیری یک کس بدش که سرش بزنه. اما برای کسی که از عقل خود، از منطق خود، از علم خود، از دانش خود به امروز بحث میشه. معاون علمی پوهنتون ما را گفت که tonight the chief of university invite you. برای چی تو را شما را دعوت کرده؟ شما امشب بیاین در فلانی جای و اینجا میمان هستین، میمان رئیس پوهنتون. خب استادا گفتن درست است، ما میمانیش قبول میکنیم. یک استاد بود، یک ریش سفید پوهان بود به نام پوهان زدران میگفتن. ایدم پوهنتون 15 علوم اجتماعی هم که ما در سفر بود.
او انگلیسیش خوب پخته بود از ما که زیاد انگلیسی میفهمید. او برای زمین گفت پروفسور گفت ما در میمانی شما میاییم، خب ما یک شرط داریم. گفت چی شرط داریم؟ گفت شرط ما این است که ما مسلمان هستیم، در میمانی ما شراب نمانیم. از اون دو عادت است، یک میز میمانن خوردنی ها است، یک میز دیگه میمانن میوه‌جات است، یک میز دیگه است سویت و کلچه و کیک و شیرینی باب است، یک میز دیگه است نوشابه ها و اینجا بوتلای شراب است. گفت چون ما مسلمان هستیم در میمانی همین چیزا نمانیم. او برش گفت که نه، شما دینتان از سر ما تحمیل نکنیم. اینجا برای ما دموکراسی شراب چی ساخته؟ حلال ساخته. اینمی دین ماست، اینمی عقیدت ماست. This is our belief. بفهمیم باور ما هست. ما به اینمی دموکراسی باور داریم. دموکراسی فیصله کرده پارلمان ما که اینمی شراب حلال است و ما میخوریم. اگر تو نمیخوری دلت نخو، اما ما سر میز میاریم میمانیم. چرا میشه؟ کسی باشه که بخوای شراب بخوره؟ تو چرا تحمیل میکنی سر ما دینت؟ پس اونجا ما فهمیدیم که دموکراسی دین است. چی است؟ دین است. قانونش چی جور میکنه؟ نفس جور میکنه. از این خاطر در کشورهای دموکراسی که شما برین، هر چیزی که نفسشان خواست اونمون قانونی میسازن. وقتی که قانونی شد باز کس مخالفت کرده نمیتونه. حتی اگر در او کشور یک رئیس جمهور مسلمان هم بیایه، سر از اول قسم میخورن که تو اول باید قسم بخوری که من قانون سکولر و دموکراسی را قبول دارم. اول سرش قسم میخورد روز اول. اینه می قانون. بنابراین وقتی که رئیس جمهور که بسیار خیزک بزنن نمیتونه که تغییر بده، چون قانون است. اینه میل مثلا شبانه در ترکیه 50,000 دختر ترکی کته خارجی ها زنا میکنن و رئیس جمهورشون کی است؟ تمام روز چیخ میزنه که من چی هستم؟ مسلمان هستم. اما چون قانون است و او قانون او چی کنه؟ باید روز اول بگوید که من اینمی دستور و قانون اساسی ترکیه را من قبول دارم. اگر قبول نمیکرد دیگه کس رئیس جمهور نمیساخت. اینالکر قدر خیزک بزنه اونجا زناها جریان داره زیر دست از اینمی. در هر هتلش که بیری در این زمان اینمی شخص ما خود ما رفتیم در ترکیه دیدیم که در هتل که ما زندگی میکنیم در منزل زیرش اونجا قرار دکان است بوتلا ماندگی است. اونجا که دیگه گیتار دستش از خواندن کرده میره. قرار اونجا کس میشود یا نمیشود اونجا قرار حساب دیگه خواندن میرفت پیسه خود پورا میکرد. مقصد میفهمم میخونم. این گپ سر چی هست؟ که این قانون چی هست؟ قانون است که توسط چی جور میشه؟ نفس جور میشه و هر چیزی که برای نفس هست چی هست؟ آلی این کسایی که قانون نفس خود میپذیرن الله متعالی چی میگه؟ میگه یا ربوبیت مرا قبول ندارن، اله خود که در کلمه بگه که لا اله نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت و قانون و شریعتش اطاعت شود الا الله، یا امی اله خود نفس خود ساختن. در کجا هست؟ اینه بفرمایند در افرایت من اتخذ اله هوا سوره جاثیه آیت 23. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.